با ما باشین تا تجربه عجیب و جالب رو با غذاهای عجیب و غریب دنیا به دست بیارین. در انتهای ویدیو شاهد موجودات زنده‌ای خواهیم بود که در داخل غذا هستن و برای شما با قدرت وول میزنن و تکون میخورن. پس تا انتها همراه ما باش. خش یه غذای خیلی خاص و محبوبه که تو ایران و ارمنستان و گرجستان و آذربایجان خیلی خوب میشناسنش. این غذا خیلی سنگینه و معمولا تو فصل زمستون سرو میشه. برای درست کردنش از قسمت‌های مختلف گاو مثل پاهای گاو استفاده میشه که تو آب جوشونده میشه و با اضافه کردن سیر و نمک و فلفل بهش مدتی روی حرارت قرار میگیره تا کاملا پخته بشه. خش سرد سرو میشه و معمولا با نان سنتی، سیر تازه، سرکه و سبزیجات مختلف مثل تره و ریحون و خیار تازه همراه میشه. سوپ تخم مورچه سفید که از غذای خاص در منطقه تایلند و لاوس و کامبوجه. این سوپ از تخم مورچه‌های سفید تهیه میشه که یک منبع غذایی محلی و پرمصرف در این مناطق به شمار میره. تخم مورچه‌های سفید معمولا بین درخت‌ها و ساختمون‌هایی که به صورت دستی جمع‌آوری میشه. این تخم‌ها دارای شکل و اندازه کوچکی هستن و در سوپ به صورت کامل یا نیم پخته استفاده میشن. برای تهیه سوپ این تخم‌ها همراه با مواد دیگه مثل مرغ، ماهی، سبزیجات و ادویه‌ها در یک قابلمه جوشانده میشوند و با افزودن ادویه‌ها و طعم دهنده‌های مثل نمک و فلفل و سیر و لیمو ترش و سبزیجات آروماتیک طعمدار میشن. چشم‌های ماهیتون که یکی از غذاهای جالب و خاص ژاپنه که به عنوان تنقلات در ژاپن مصرف میشه. این چشم‌ها معمولاً به صورت سرخ شده یا پخته شده همراه با طعم دهنده‌های مثل زنجبیل و سویا و سیر و فلفل ترکیب میشن. در رستوران‌ها، بارها و مغازه‌های خوراکی بیشتر مصرف میشن. اونها به عنوان یک غذای خوشمزه و عجیب و غریب شناخته میشن. برخی افراد از خوردن اون لذت میبرن، اما ممکنه برای برخی افراد به خاطر ظاهر عجیب و غریبش قابل قبول نباشه. غذای به نام داک امبریو یه غذای ترشویی خاصه که در برخی مناطق آسیایی مانند فیلیپین، ویتنام و کامبوج مصرف میشه. این غذا از تخم بلدرچین یا اردک در مرحله توسعه قبل از تخم‌گذاری تهیه میشه. برای تهیه این غذا تخم بلدرچین یا اردک رو در مرحله توسعه قبل از تخم‌گذاری در دمای ویژه‌ای قرار میدن تا جوجه درون تخم رشد کنه. پس از یک مدت زمان مشخص تخم رو میپزن یا بخار میدن تا محفظه و جوانه‌های درون اون بپزه و مواد موجود در داخل تخم تبدیل به یک جوانه کامل بشه. سپس اون رو با پوست و همه محتویاتش از جمله جوانه‌ها و مواد مایع میخورن. یک غذای پرپروتئین و غنی از مواد مغذیه، زیرا درون تخم حاوی پروتئین، چربی، ویتامین و مواد متنوعی قرار داره. این غذا در برخی از کشورها به عنوان یک غذای خوشمزه و پرطرفدار شناخته میشه، اما برای برخی قابل قبول نیست. اودوریدون که با استفاده از اختاپوس یا همون ماهی سپیا ساخته میشه. این غذا در ژاپن خیلی معروفه و در برخی رستوران‌هاش سرو میشه. در این غذا اختاپوس زنده بر روی برنج سرو میشه و تا زمان سرو حرکت میکنه. این غذا یک تجربه خاص و جالب در رستوران‌های ژاپنیه که به عنوان یک جاذبه توریستی و تجربه متفاوت شناخته میشه. با این حال باید توجه داشت که برای برخی افراد ممکن قابل قبول نباشه به خاطر ظاهر عجیب و غریب و ترسناکی که داره.